چقدر بار خوابیده اینجا، چه سرمایه. ببینید این یه پارت باره تا اینجا، یعنی الان حداقل 3 تا 4 تا بار اینجا خوابیده. یعنی 4-5 میلیارد فقط همین یه تیکه است. همین یه تیکه 4-5 میلیارد تومان قیمتشه. اشکال نداره، تجار زیاد پول دارن. سه روز بارندگی داریم دوستان. امروز روز اوله، فقط 6 ساعت یا 8 ساعت اگر اشتباه نکنم داره بارون میاد. از صبح داره بارون میاد. 3 روز پشت سر هم زایدان بارندگی و قضاوت دیگه با خودت. برنجی که باید بره دست مصرف کننده برسه.